به نام خدا. سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. پروژه 9 کارشناسی طراحی صنعتی هستش که در خدمت شما هستم و امیدوارم که مطالب این جلسه مفید واقع بشه. بریم به سرعت به کلاسمون برسیم. خب، حرفه طراحی صنعتی و رشته طراحی صنعتی. این جلسه من راجع به شغل طراحی صنعتی، انواع مشاغلی که طراحی صنعتی میتونن انجام بدن، مهارت‌هایی که نیاز دارن و قابلیت‌هایی که توی در واقع نیاز دارن که بتونن پروژه‌های طراحی صنعتی رو پیدا بکنن و ابزارهایی که تو پروژه‌های طراحی صنعتی باشون عمدتاً مواجه میشن یا ابزارهایی که برای پیدا کردن کار طراحی صنعتی، شغل طراحی صنعتی احتیاج دارن رو چند موردش رو خدمت شما میگم که امیدوارم که مفید باشه. خب، همون گام اول لازم هستش که ما راجع به این صحبت کنیم که حرفه طراحی صنعتی و رشته طراحی صنعتی فرقش چیه. بله، فرق جدی دارن. در واقع شما اگر با معلومات دانشگاه وارد فضای حرفه طراحی صنعتی بشین، اونجا خیلی به سرعت متوجه میشید که چیزای زیادی هست که شما نمیدونید و لازم هستش که تجربه خیلی زیادی کسب بکنید و به سرعت خودتون رو تطبیق بدید با محیط حرفه‌ای طراحی صنعتی. خب، این دلایل متعددی داره، من نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم، فقط همینقدر بگم که در واقع چیزی که دارم میگم کمک میکنه که شما بهتر درک کنید که توی فضای دانشگاه دنبال چه باشید. توی در واقع رشته طراحی صنعتی گذشته از حرفه طراحی صنعتی، یک نکته خیلی مهم اینه که فضای دانشگاه موقعیت هایی که فرصت ها، دانش ها و مواردی که نیاز هستش که طراحی حرفه‌ای یاد بگیرن و همراه خودشون داشته باشن تا بتونن یه طراح خوب باشن و مفید باشن برای شرکت ها و کارخانجاتی که براشون کار میکنن یا توی استودیوهای طراحی افراد مفیدی باشن. تجربیاتی اونجا وجود داره که اینها باید منتقل بشه به فضای دانشگاه و متاسفانه این ارتباط خیلی ارتباط کمرنگی شده و حالا قبلا هم خیلی اوضاع بهتر نبوده، ولی به هر حال این بالاخره چیزی هستش، مشکلی هستش که حالا نه تنها توی حوزه طراحی صنعتی، تو بقیه رشته‌های دانشگاهی هم این معضل وجود داره و خب این جمله معروفیه که میگن از پشت میز دانشگاه یه نفر میره وارد فضای کارخانجات و فضای حرفه میشه، تازه متوجه میشه که خیلی چیزا رو توی دانشگاه بهش یاد ندادن. خب این توی طراحی صنعتی هم اینطور هست متاسفانه و عرض کردم که این ایراد به این دلیل وارده که افرادی که به صورت حرفه‌ای توی حرفه طراحی صنعتی فعالیت میکنن عمدتاً توی فضاهای دانشگاهی خیلی دووم نمیارن. حالا بگذاریم که این دلایلش چه هست. مورد بعد هم این که خب توی پروژه های طراحی صنعتی یه نکته خیلی مهم شبیه سازی کردن فضای یک کارفرما طراح هست. در واقع این ارتباط کارفرما طراح باید به صورت خیلی خوبی شبیه سازی بشه برای دانشجو که بتونه در واقع یک سیمولیشن از یه شبیه سازی از اون محیطی که بعد از فارغ التحصیل باش مواجه میشه در دوره دانشگاه و به صورت خیلی نرم داشته باشه. ولی متاسفانه خب این اتفاق نمیفته و خب پروژه ها خیلی شباهتی با پروژه های واقعی طراحی صنعتی ندارن و شما بعد از اینکه فارغ التحصیل میشین تازه متوجه میشین که اصلا نوع ارتباط با کارفرما، نوع ارتباط با پروژه طراحی خیلی متفاوته با اون چیزی که تو دانشگاه و تو پروژه ها اتفاق میافتاد، پروژه های نهگانه اتفاق میافتاد. این پروژه 9 در واقع تنها پروژه‌ای هستش که شاید بشه گفتش که به دلیل اینکه بل اجبار شما مجبور هستید وارد فضای حرفه‌ای بشید، این مقداری به شما کمک میکنه که دید بازتری نسبت به اونچه که در دانشگاه یاد گرفتین و اونچه که در صنعت باش مواجه هستین پیدا بکنین. نکته خیلی مهم بعد از اینکه حالا این واحد کار و کارخانه رو شما پاس میکنید بعد متوجهش باشید اینه که
هیچ چیز جای تجربه شما رو نمیگیره. یعنی این فاصله ای که بین رشته طراحی صنعتی و حرفه طراحی صنعتی هست رو خودتون باید پر بکنید و این هیچ چیز جای تجربه خود شما رو نمیگیره. نه تنها اینجا، همه جای دنیا همینطوره. شما از آرت سنتر هم فارغ التحصیل بشید، باز هم وقتی وارد فضای حرفه‌ای طراحی بشید، اونجا متوجه میشید که باز هم بخش قابل توجهی از چیزی که شما رد و برق زد به دست میارید، در واقع تجربه شخصی خود شماست در تعامل با پروژه ها. ولی خب اینجا یه مقداری کار سخت‌تره. حالا بگذاریم. یک گزاره خیلی مهمی رو تو دانشگاه ها عمدتاً به دانشجو میگن که باید گله بکنم که چرا اینطوره. اینه که میگن که حالا شما فارغ التحصیل میشید، حالا برید ببینید اصلا کار پیدا میکنید و اینجور صحبت ها، و یه جوری صحبت میشه که انگار مثلا کار طراحی صنعتی کار خیلی سخت دیریاب و سختیابیه، یعنی به سختی پیدا میشه. یا این که مثلا یه جوری صحبت میشه که انگار طراحی صنعتی کلن آبدوخیاری و اینا. نه، واقعا اینطور نیست. اگه سوالتون اینه که واقعا در ایران میشه کار طراحی صنعتی انجام داد، بله میشه. یک عده‌ای یه جوری صحبت میکنن، حالا ما میبینیم دیگه، آخر همکارای ما هستن تو فضای دانشگاه. عمدتاً هم در برابر این پرسش که خود شما به عنوان طراح صنعتی مثلا پروژهاتون چجوری هست و اینها، عمدتاً حالا مدرسی ممکن عکس العمل نشون بدن که کار طراحی صنعتی ممکنه کار دشواری هست و این صحبت ها. هر دو طرف قضیه رو من باید توضیح بدم. نه، اینطور نیست که کار طراحی صنعتی نباشه یا اصلا اون چی که شما تو دانشگاه ها یاد گرفتین رو نشه توی صنعت اجرا کرد. اصلا همچین چیزی نیست. خیلی هم خوب میشه تو بدنه صنعت اینها رو اجرا کرد و کار میکنن، خیلی هم خوب کار میکنن و مشتری هم براش وجود داره. ولی از اون طرف نباید انتظار داشته باشیم که هر مدرس طراحی صنعتی هم خیلی حرفه‌ای تو بازار کار بکنه. نه، خیلی وقتا ما مدرسای خیلی درجه یکی رو داریم که اصلا تو صنعت فعال نیستن ولی مدرسای خیلی خوبی هستن و خب اون بخشی از دانش تئوریک طراحی صنعتی که بدون نیاز به تخصص حرفه‌ای رو میشه آموزش داد. خب این خیلی نیازی به این نداره که مدرسین طراحی صنعتی حتما به صورت حرفه‌ای تو بازار کار کرده باشن. بعضی از مدرسین هستن که مدرسین درجه یکی هستن، سواد بسیار بالایی دارن و مناسب تدریس رشته طراحی صنعتی هستن، به خاطر اینکه ابعاد متعددی از یک تئوری های متعدد طراحی صنعتی رو به شما یاد میدن که خیلی به دردتون میخوره تو صنعت، ولی لزومی نداره که حالا آغشته شده باشه با اون حرفه طراحی صنعتی. اگه از من میپرسید توی اکثر پروژه های طراحی صنعتی که همه قطعا نیاز به تجربه حرفه‌ای طراحی صنعتی هست. دلیلش هم این هست که اصلا رشته طراحی صنعتی رشته‌ایه که بخش قابل توجهی از تئوری‌هاش در عمل به کار میان. وقتی میگم بخش قابل توجهیش، بله ممکنه مثلا توی یه پروژه مثلا تو طراحی خودرو و طراحی دمپایی خیلی متفاوت باشه، ولی بخش قابل توجهی از تئوری‌های طراحی صنعتی در عمل خودشون رو نشون میدن و در عمل شما میتونید اونها رو یاد بگیرید و کاملا ملکه ذهنتون بشه. در نتیجه تو پروژه های 1 تا 9 طراحی صنعتی اگر مدرس طراحی صنعتی تسلط قابل توجهی به پروژه های حرفه‌ای اون حوزه داشته باشه، مثلا طراحی مبلمان، طراحی ارشد که بیونیک، طراحی ارشد که پروژه ارگونومی، پروژه خلاقیت، پروژه ارشد که همین کار با کارخانه، تمامی اینها پروژه‌ای هستن که در واقع دامنه تجربه حرفه‌ای خاص خودشون رو میطلبه. ولی خب بعضی از دروس طراحی صنعتی هستن که اینطور نیستن.
و شما میتونید اونها رو فاکتور بگیرید و نیازی لزوما به این که مثلا مدرسش به صورت حرفه‌ای کار کرده باشه شاید خیلی نباشه. انواع مشاغلی که طراح صنعتی میتونه انجام بده. من اینو چطور استخراج کردم؟ 1 تجربه خودم، 2 تجربه بقیه دوستان. در واقع بنده حقیر 15 ساله که تو حوزه طراحی صنعتی دارم، هم تدریس میکنم هم کار میکنم. تقریبا 5 سال، حدودا بیشتر از 5 ساله که تدریس میکنم و 14-15 سالم هستش که تو در واقع فضای طراحی صنعتی ایران دارم نفس میکشم و تقریبا میتونم بگم که هر روز درگیر بودم با پروژه های طراحی صنعتی و بچه‌هایی که تو حوزه طراحی صنعتی دارن فعالیت میکنن، حالا چه دوستای خودم چه با واسطه. و اکثر این دوستان توی این حوزه هایی که برای شما دسته‌بندی کردم فعال هستن یا بودن، یا داخل ایران یا خارج ایران. حالا من عمدتاً تلاش میکنم که رد و برقه تلاش میکنم که در داخل ایران مباحثی که خدمت شما میگم مباحثی باشه که در داخل ایران علامت هستش. تحلیل مسئله و بریف کارفرما. در واقع توی طراحی و توسعه محصول بهتره توضیح بدم قبلش که به طور کلی اون حرفه‌ای که به نام طراحی صنعتی و یا طراحی محصول شما رو به عنوان حلال مشکل یک کارفرما به رسمیت میشناسه، همین رشته است، همین حوزه است. در واقع زمانی که کارفرماها به شما مراجعه میکنن به عنوان طراح صنعتی، اون چیزی که در داخل کادر مدرکی که شما گرفتین از شما انتظار داره همین طراحی صنعتی و توسعه محصول. در واقع تکوین محصول و توسعه محصول اون کاریه که عمدتاً کارخانجات و تولید کننده ها طراحی صنعتی رو تو دل اون میبینن. حالا خیلی وقتا چرا بهش میگم توسعه محصول؟ خیلی وقتا اونها یه سری کارهایی رو هم از شما میخوان که به قبل و بعد از حوزه طراحی محصول مربوط میشه و اونها چون ندارنش اونها رو هم از شما میخوان. مثلا اینکه شما به تولید نظارت بکنید اصلا تو حوزه طراحی صنعتی نیست ولی از شما میخوان. بعضی وقتا اینکه شما مارکت ریسرچ انجام بدید اصلا کار شما نیست ولی خیلی وقتا تو پروژه ها از شما میخوان این رو بدن، نه اینکه خودشون نمیدونن با چه مشتری مواجه هستن یا چه داده هایی دارن. پس میبینید که خیلی وقتا تو چرخه توسعه محصول از شما انتظار کار طراحی صنعتی دارن. خب بهترین کار طراحی صنعتی به نظر من که تمامی اون قابلیت‌های یک طراح رو در درون خودش داره و تمام اون چیزی که شما در دانشگاه یاد میگیرید و یاد نمیگیرید ولی باید یاد بگیرید رو باید تو اون حرفه ارائه بدید، همین طراحی و توسعه محصوله که پروژه‌اش هم تو بازار هستش فراوون که شما میتونید پیدا بکنید و مشغول به اون کار بشید. تو این حرفه باید این توانایی ها رو داشته باشید. در واقع این تجربه بنده هستش که کسی که پروژه طراحی و توسعه محصول انجام میده، پروداکت دیزاینری که یه پروژه طراحی محصول رو بهش پیشنهاد میدن، عمدتاً تو این چارچوب باید کار در واقع خودش رو به سرانجام برسونه، از ابتدای پروژه تا انتها که دیگه شما قسط آخر پولتون رو دریافت میکنید. تحلیل مسئله و بریف کارفرما گام اولش هست. ارائه راه حل، شما باید راه حل ارائه بدید و در واقع طرح شما راه حل شماست، ولی شما عمدتاً تو پروژه های طراحی و توسعه محصول از شما میخواین که یه سری راه حل دم دستی همون اول بگید. چرا این مهمه؟ برای اینکه میخواد بدونه شما چقدر به مسئله سوارید، چقدر به پروژه مسلط هستید. و این رو هم بگم عمدتاً کارفرماها عجولن و دوست دارن که بدونن که تهش قراره چی بشه. اگه از من میپرسید، عمدتاً تجربه من به من ثابت کرده که عمدتاً اونی که شما اول میگید نمیشه.
اون چیزی که اول میگید خیلی اگه حرفه‌ای باشید خیلی کارفرما رو خوشحال میکنه. اگر آدم با تجربه‌ای باشید و بدونید که چطور اون رو قانعش بکنید، همون اول راه حلی که میدید خیلی خوشحالش میکنه. ولی اون راه حل در نهایت اونجوری نمیشه، نباید بشه، به خاطر اینکه راه حلی که شما همون ابتدا پیشنهاد میدید طبیعتاً خیلی خام دستان است و خب به احتمال خیلی زیاد نباید اون بشه، چون پژوهشی که شما انجام میدید احتمالاً دامنه مسئله رو بازتر میکنه و شما کمک میکنه که و حتی کارفرما به شما و کارفرما کمک میکنه که بهتر درک بکنید که پروژه قرار هست به کدام سمت بره. برای همین هم عمدتاً این راه حلی که شما پیشنهاد میدین کارایی نداره. ممکنه شما رو گاید بکنه تو فرآیند پروژه، ولی اینکه حالا در نهایت پروژه همینی میشه که شما اول گفتید خیلی وقت اینطور نمیشه. تحلیل ارگونومیک رو خیلی خوب باید بدونید. کارفرمای مثلا میفهمن و کیف میکنن از اینکه شما خیلی مسلطی به این قضیه و مسائلی رو که خیلی واو فاکتور داره براشون و خیلی شگفت زده میشن اینه که شما داده ها رو به پروداکت تبدیل میکنید. شما میگید که مثلا ماسکی که من میخوام طراحی بکنم با لحاظ ارگونومیک اینجوریه، این وسیله ورزشی که من دارم طراحی میکنم حد چنگش اینقدر، پس دسته این شکلی شده. نه خیلی کیف میکنن این افراد. طراحی فرم و استایلینگتون باید خوب باشه و اون خیلی کیف میکنه وقتی اینو میبینه. وقتی میبینه که چون خیلی حرفه‌ایه، اون میدونه که با آدم حرفه‌ای طرفه. تحلیل فنی طرح خب یه بخش خیلی مهمی از پروژه‌های طراحی صنعتی عمدتاً دانش فنی شماست، اینکه مکانیزم‌ها رو خیلی خوب بشناسید، در شود که برای طراحی قالب‌های پلاستیک تسلط کافی داشته باشید و زمانی که دارید طراحی میکنید یا فرم رو دارید طراحی میکنید، اگر تسلط خوبی روی شاخص‌های فنی و طراحی قالب‌های پلاستیک و غیره داشته باشید، فرمی که طراحی میکنید نیاز به اصلاح‌های کمتری پیدا میکنه و این برای کارفرما خیلی مسئله مهمیه که شما چقدر ادیت نیاز داره ایده های اولیه شما. و در حالا مراحل بعدی نوع ارتباط شما با مهندسین مکانیک و سایر مهندسینی که حالا به لحاظ فنی تو کار شما همکار شما هستن و اگر شما شناخت کافی از طراحی فنی و شاخص‌های فنی طرح نداشته باشید، ممکنه که در تعامل با این افراد دچار مشکل بشید. در مورد نمونه سازی باید خب بدونید کار کردن با 3D پرینت خیلی وقتا به درد میخوره و مخصوصا دیگه این روزها خیلی مفیده و عمدتاً هم من حالا تا جایی که من دیگه این روزها پروژه‌هایی که ما داریم انجام میدیم عمدتاً اکثرشون یک فاز پروتوتایپینگ دارن. حالا اگر محصول طوری باشه که تولید انبوه باشه، عمدتاً حوزه طراحی محصولاتی که قطعه پلاستیکی حداقل توش داشته باشه، اون قطعات پلاستیکی رو عمدتاً شما باید قبلش 3D پرینت بکنید. یا اینکه حالا نمونه سازی کامپیوتری و یا فراتر از اون حالا ممکنه که نیاز باشه که بخشی از در واقع پلتفرم فنی محصول رو خودتون بسازید. در نتیجه خب احتمالاً به حضور توی یک سری از کارگاه‌های پروتوتایپینگ نیاز هستش و مثلا برای محصولاتی که بعضی وقتا فانکشنال پروتوتایپ نیاز دارن، شما باید پروتوتایپی بسازید که حالا درسته درتی پروتوتایپه ولی باید کار کنه. خب مثلا تو طراحی کردن صندلی نیاز هست شما صندلی رو بسازید. طراحی کردن مثلا کالسکه بچه، شما نیاز هستش که کالسکه بچه رو قبلش فانکشنال پروتوتایپ ازش بسازید که نشون بدید که کار میکنه. بعد از اون حالا اساسی پروتوتایپ های زیبایی شناختی اینها هستش که ممکنه که حالا اون رو بتونید با 3D پرینت هم در بیارید یا اسکیل مدلش رو بسازید. در مورد نمونه سازی هم همه اون چیزی که در دانشگاه یاد میگیرید به دردتون میخوره. اینطور نیستش که بگید که حالا این حجم سازی و این گچ رو چه میدونم صابون ما ببریم و این کارا اصلا همش به درد میخوره. خیلی هم اتفاقا کار مهمیه و کارفرماها اتفاقا خیلی استقبال میکنن از این قضیه. من به شخصه در واقع اون پیش فاکتوری که ارائه میدم همیشه بخش مدل سازی رو حتما به صورت مستقل
مشخص میکنم و هزینه هاش رو به صورت دامنه قیمت مشخص میکنم و پولش رو از کارفرما میگیرم و انجامش میدم. کارفرما هم اتفاقا با رضایت این کار رو میکنه، با رضایت پولش رو میده و خودش در پایان پروژه متوجه میشه که پروتوتایپ ها چقدر چیزای جالب و مهمی بودن. پیشنهاد روش تولید. خب اگر روش های تولید رو نشناسید نمیتونید روش تولید رو پیشنهاد بدید. عمدتاً کارفرما اینو میخوان و اگر هم نخوان نشون میده که احتمالاً یا خیلی ناشیان یا اینکه اینقدر مسلطن که اصلا نیازی به کمک شما ندارن و طرح از شما میگیره، در واقع اون تحلیل فرمی رو از شما میگیره و خودش میره مثلا محصول رو، روش تولیدش رو خودش کاریش میکنه دیگه. ولی برای من خیلی کم پیش اومده که تو فرآیند طراحی بعد از اتمام استایلینگ و کانسپت جنریشن ازم نخوان یا من خودم روش تولید پیشنهاد ندم. عمدتاً چند روز رو تا حالا بسته به پروژه داره مشخص میکنم و روی روش تولید این محصول کار میکنم. زمانی که شما پروتوتایپ رو میسازید دیگه تقریبا مشخص میشه که روش تولید پیشنهادی محصول چی میتونه باشه. خب بعضی از پروژه ها این تو ایران متداول، در خارج از ایران هستش ولی تو ایران متداول هست و پروژه خوبی هم هست. یعنی از این جهت میگم که تولید همیشه بیشتر از طراحی سودآوره، بازم بستگی داره. در بعضی از پروژه ها طراحی خیلی سودآوره، تولیدش خیلی دنگ و فنگ داره و سختی داره، مخصوصا به آدمش هم خیلی بستگی داره. اگر شما امکانات تولید داشته باشین براتون خیلی مفهوم صرف است. اگر امکانات تولید نداشته باشید دوندگیش ممکن اذیتتون بکنه، ولی خب سود شیرینی داره، پول شیرینی توش هست. خیلی پیش میاد که شما قراردادهایی رو ببندید که اون طرف برای اینکه خیالش راحت باشه که طرحی که شما دادید قابلیت تولید داره، تولیدش رو هم به شما میسپاره. و خب اگر آدم حرفه‌ای باشه این رو حالا تضمین‌هایی رو هم از شما میگیره برای اینکه مطمئن باشه که طرحش تولید میشه. خب طبیعتاً باید از زیر بار این تعهدهایی در برید، ولی اگر طرف خیلی سمج باشه شما میتونید رقمتون رو بالا ببرید و تعهد بدید، به دلیل اینکه خب همینطور که شما دارید طراحی میکنید و اون باید متعهد باشه که شما رو در فرآیند طراحی ساپورت کنه و اطلاعاتی که شما نیاز دارید رو به شما بده و اگر نده قرارداد فسخ میشه. عکسش هم هست. اگر محصول شما قابلیت تولید نداشته باشه با اون بنده خدا بره و نتونه این محصول رو تولید بکنه، خب طبیعتاً ممکنه که متضرر بشه و اون هم اینو نمیخواد. در نتیجه یک در واقع به معنی واقعی یک کلمه توافقه. دو طرف میشینن بالاخره چکشکاری میکنن، هر کی زورش به اون یکی برسه. اگر شما طراح حرفه‌ای باشید و رزومه خیلی قوی داشته باشید و طرف نگاه که میکنه میفهمه که شما این کاره هستین و طرحی که رو میز میذارید حتما قابلیت تولید داره. خب اینجور پروژه ها شما میتونید پول خوبی بگیرید و فرآیند تولید رو هم خودتون انجام بدید و از اون نظارت پول خوبی بگیرید. ولی ممکنه کار شما رو ببینه و تردید داشته باشه به اینکه طرح شما واقعا قابلیت تولید داره یا نه، یه چیز تخیلی و رندر و اسکچ و این هاست و در نهایت هم چیزی دست کارفرمایی نمیگیرن که این احساسی به کارفرما دست بده، ممکنه که پافشاری بکنه که حتما از شما یه تعهدی برای تولید بگیره که خب دیگه باید ببینید چقدر زور شما میچربه بهش. سایر مشاغلی که طراح صنعتی با دانش کارشناسیش میتونه انجام بده. شما همین که از دانشگاه فارغ التحصیل میشین، اگر توی دوره تحصیلتون دانشجو خوبی باشین، بچه خوب و مؤدبی باشین، همه کلاس‌ها رو مؤدب پاس کنید، خیلی تلاش کنید و دانشتون رو ببرین بالا، توانایی رندرینگتون رو ببرین بالا، مدل سازی چند تا نرم افزار بلد باشین، گرافیک خوب بدونید، بتونید پورتفولیوهاتون و پروژه‌های دانشگاهیتون پرزنتیشناشون خیلی شیک و خوشگل ببندید. عرض شود که به لحاظ تئوریک هم خیلی قوی باشید، متدولوژی طراحی دنیا رو خوب بشناسید، بدونید که برای چه پروژه‌ای چه کدوم به در بخوره، همه اینا رو داشته باشید
ولی تو حوزه طراحی محصول نتونید کار کنید، داره به هر دلیل و یا کار پیدا نکنید، این کارها رو میتونید تو بازار انجام بدید. یعنی با حداقل دانش طراحی صنعتی میتونید اینجور کارا رو تو بازار انجام بدید. خیلی ها میگن تن دادن، نه، تن دادن نیست. به نظر من شما تخصصش رو دارید، همچین چیزی نیست. شما اینکه بگیم که نه طراحی صنعتی فقط با کار طراحی صنعتی انجام میده، مگه نداریم مهندسین مکانیکی که دارن کار طراحی صنعتی انجام میدن؟ خب اگر اتحادیه ها و نظام های صنفی ما میتونن از ما محافظت بکنن، بسم الله. اگر نمیتونن محافظت بکنن، خب اونم میاد کار میکنه، ما میریم اونجا کار میکنیم. پس ببینید این تخصص ها، این کاغذ ها، این مدارک برای اینه که شماها مفید باشین تو جامعه. اگر تواناییشو دارید به راحتی میتونید کار پیدا کنید. شما مدل ساز حرفه‌ای هستین با کد و نرم افزارهای تخصصی، حتی کتی‌ها که نرم افزار تخصصی مهندسین مکانیک هست، خیلی خوب میتونید کار بکنید. حتما پروژه مکانیک بگیرید. مهندسین مکانیک ممکنه بگن برای چی اومده؟ خب شما قوی شید بگیرید، نذارید این پروژه رو بگیرن. و برعکس، اگر یک طراح صنعتی، مهندس مکانیک بیاد کار طراحی صنعتی انجام بده، استایلینگ انجام بده مثلا، خب ما میگیم برای چی اومده؟ خب میتونی بکنه حتما این کارو. اگر ناراحتیم از اینکه اون چرا تونسته این کارو بکنه، ما سطح خودمون رو ببریم بالا و نذاریم این افراد این پروژه ها رو بگیرن. و همینطور انتظارات کارفرماهامون رو در حد و استاندارد کاری که ارائه میدیم بالا ببریم. اگر طراح صنعتی طوری با کارفرماش رفتار بکنه که کارفرما به این نتیجه برسه که مثلا خط کشیدن اسکچ و اینا یه سری کار بیهوده است، تحلیل ارگونومیک و نمیدونم پروتوتایپ ساختن اینا قرتی بازیه. خب اگر اینو خودمون داریم اینو آموزش میدیم به کارفرماهامون، خب معلومه که یه ارگونومیست میاد پروژه ما رو میگیره، یه مهندس مکانیک میاد پروژه ما رو میگیره، یه گرافیست میاد پروژه ما رو میگیره، یه نقاش میاد پروژه زیبایی شناسی استایلینگ ما رو ممکنه بیاد بگیره. این به عهده خودمونه که انتظارات کارفرما رو در حدی ببریم بالا که کارفرما ببینه که نه، همون چارچوبی که طراحی صنعتی ازش صحبت میکنن، تخصصی که تو اسلاید قبل گفتم، همه رو باید ارائه بده. این مهندس مکانیک نمیتونه این کارو بکنه، یک گرافیست نمیتونه این کارو بکنه و غیره. پس اینا رو طبیعتاً توی دوره کارشناسی طراحی صنعتی شما باید اصلا توشون پرفکت باشید. مدل سازی پرفکت بدونید، رندرینگ عالی بدونید. اینا پروژه‌اش هست، میتونید اینا رو بگیرید انجام بدید. دکوراتور داخلی، من نمیگم معماری داخلی انجام بدید. معماری داخلی کار من و شما نیست. اگر یک عده‌ای دارن انجام میدن، احتمالاً انتظار کارفرما از معماری داخلی اونقدر پایین بوده که من خدا رو تن دادن بهش و داره کار میکنه. معماری داخلی کار طراح صنعتی نیست. معماری داخلی اینتریور آرکیتکچر فرق میکنه، حالا من تو اسلاید بعدی توضیح میدم، و با اینتریور دیزاین. شما اینتریور دیزاین میتونید انجام بدید و اینتریور آرکیتکچر یک تیم قوی میخواد. خود معمارها هم تو این خیلی وقتا لنگ میزنن. مهندسی معکوس خیلی وقتا مخصوصا تو صنعت پلاستیک خیلی اتفاق میفته و شما مراجعه میکنن و یک محصول خارجی رو جلو شما میذارن، میگن اینو کپی کن. کپی کاری میشه مدل سازی. مدل ساز میخواد که به شما مراجعه میکنه، میگه اینو مدلشو برای من بساز. شما با کولیس میافتین به جون اون محصول و مدلشو در میارید. یه زمان هست باید مهندسی معکوس بکنید. یعنی چی؟ مهندسی معکوس فرقش با کپی کردن چیه؟ در مهندسی معکوس شما باید تریک های طراحی اون محصول رو هم در بیارید. اون طراحی که مثلا گوشی موبایل اپل رو طراحی کرده، ضخامت ها رو مهندسی کرده، شما توی ظاهری نگاه میکنید اونا رو نمیفهمید. شما باید متخصص باشید که اونا رو بفهمید. مثلا یه محصولی هست جلو شما میذارن، شما میبینید که این که کاری نداره، که مثلا چه میدونم دمپایی تزریقی، شما میبینید که کاری نداره، بعد که میرید توش میبینید که نه بابا این خیلی راجبش فکر شده، این از کجا تزریق بشه که جامپر داشته باشه نداشته باشه، قالب چند تیکی بوده، همه اینو نه، این واقعا خودش طراحیه. اگر میخوایم حتی اینو کپی هم بکنیم باید خیلی راجبش فکر بکنیم و طراحی بکنیم. اساسا این مهندسی معکوسه. در واقع شما باید مهندسی بکنید این رو. حالا در مورد فرم شاید یه جایی دستتون باز باشه که یه دستی هم توش ببرید، ولی خیلی وقتا خب اون اصلا بخاطر فرمش اینو میذاره جلوی شما، میگه اینو کپی کن. پس اینم شد از مهندسی معکوس.
کار نقشه کشی صنعتی ممکن از شما بخواد. میبینه سالید بلدی، میبینه که کد بلدی، میگه که این محصولات رو نقشه‌شو برای من بکش. گرافیک خیلی وقتا از شما میخوان که مثلا پروژه های گرافیک رو من زیاد میبینم که طراحی صنعتی رو انجام میدن. اینم با مجددا یادآوری بکنم، اینه که دارم میگم تقریبا توی همشون بچهای طراحی صنعتی همین الان دارن کار میکنن. مدل ساز تو دلت بخواد بچهای طراحی صنعتی هم رندرینگ دارن کار میکنن، تو حوزه اینتریور دیزاین و اینا. رندرمن های فوق‌العاده حرفه‌ای هستن بچهای طراحی صنعتی. دکوراتورهای درجه یک داریم، حالا اینتریور دیزاینرهای درجه یک داریم که طراحی صنعتی هستن و واقعا تو ایران اصلا آوازه دارن، همه میشناسنشون که بچهای طراحی صنعتی هستن. نقشه کشی صنعتی من زیاد میشناسم، بچه‌ای که تخصصی تو کارخونجات همین الان دارن کار طراحی صنعتی، نقشه کشی صنعتی انجام میدن ولی تخصصشون طراحی صنعتیه. گرافیک دیزاینرهای درجه یک میشناسم، طراحی سایت، بروشور، کارت ویزیت، حتی لوگو، طراح لوگو درجه یک میشناسم، طراحی صنعتی. طراحی کاراکتر میتونن انجام بدن. خیلی از مواقع بچه‌ها میرن جذب شرکت‌های طراحی بازی و غیره میشن و سی جی بازی و انیمیشن و طراحی انوایرمنت و محیط‌های بازی و اینها که بچه‌ها همین الان هستن که دارن کار میکنن. اینا مشاغلی هستن که شما با در واقع کارشناسی طراحی صنعتی میتونید تو اونها موفق باشید، به شرطی که تو این مواردی که الان اینجا دارید میبینید تو دانشگاه سطح خودتون رو ببرید بالا. مثلا وقتی اگه میگی که خیلی خب حالا من مدل سازی هم میرم تو حوزه مدل سازی، مثلا با مدرک طراحی صنعتی با شاخص فنی و توسعه محصول اینا اصلا کاری ندارم، من میخوام مدل ساز شم. خب طبیعتا درس طراحی کمک کامپیوترتون رو باید خیلی خوب پاس بکنید و روش خیلی مسلط بشید. فضای دانشگاه فضای این کاراست، باید سطح خودتون رو ببرید بالا. انواع مشاغلی که طراح صنعتی میتونه انجام بده اما حتما باید دانشش رو تو اون حوزه بالا ببره. یعنی که با کارشناسی طراحی صنعتی تو این مشاغل نمیتونید برید، باید حتما برید چیزای خیلی زیادتری هم یاد بگیرید. شما نمیتونید معمار بشید با مدرک کارشناسی طراحی صنعتی، باید برید خیلی زیاد معماری بخونید. بخشی از چیزایی که شما بلدین ممکنه به دردتون بخوره و شما رو میانبر بزنه، ولی بخش قابل توجهش رو میانبر نمیزنه و باید برید یاد بگیرید. طراحی غرفه‌های نمایشگاهی، نظارت ساخت باید بدونید، عمدتاً باید معماری بدونید، تولید سازه ها رو باید خیلی خوب بهشون مسلط باشید و تجربه خیلی زیاده که در واقع باید بریم بردست یک طراح و سازنده غرفه چند مدتی بعد فقط ول بچرخید تا یاد بگیرید. طراحی سایت خب طبیعتاً نیاز به دانش دیولپمنت داره، باید دیولپر خوبی باشید، میتونید خط بکشید، میتونید اسکچ بزنید رو کاغذ و اینها، ولی اینا سایت نمیشه. باید پلتفرم ها رو خیلی خوب بشناسید، پلتفرم توسعه سایت و غیره. طراحی تجربه کاربری، یوزر اکسپریانس دیزاین که زیاد میشنویم. اینم بگم بچهای طراحی صنعتی زیادی هستن همین الان تو همین حوزه دارن کار میکنن، ولی خیلی زحمت کشیدن، خیلی دانششون رو تو اون حوزه ها بردن بالا. بچه‌ای که الان یو ایکس دارن کار میکنن خیلی زحمت کشیدن، خیلی یو ایکس خوندن که الان میتونن، الان طراحی یو ایکس حرفه‌ای هستن. همین اتفاقا امروز ظهر داشتم به یکی از بچه‌ها توضیح میدادم که پرسیده بود که برای در اون علاوه برای آی او تی پرسیده بود که بخش یو ایکسش رو هم تو من توضیح دادم که چه چیزایی نیاز داره برنامه‌نویسی. خب باید بدونید. نکته خیلی مهم در مورد یوزر اکسپریانس دیزاین اینه که اپلیکیشن هایی که نرم افزارهایی که برای یو ایکس استفاده میشه اصلا هیچ ربطی به طراحی صنعتی ندارن. شما با سالید ورکس نمیتونید کار یوزر اکسپریانس دیزاین سایت و اپلیکیشن انجام بدید. اینم اینجا بگم یوزر اکسپریانس دیزاین برای طراحی محصولات فیزیکی، آبجکت ها هم استفاده میشه، خیلی هم مسئله مهمیه، ولی تو دانشگاه شما تدریس نمیکنن اینا رو. باید برید اینو کتاباشو بخونید و یاد بگیرید. مثلا ریسرچ کردن توی یوزر ریسرچ در فرآیند یوزر اکسپریانس دیزاین محصولات فیزیکی فوق العاده مهمه که اصلا اینو به شما درس ندادن و نمیدونید و فوق العاده فاز جذاب و لذت بخشی برای طراحا که باید حتما بدونن یا بتونن حداقل تیم با این تیم ها بتونن تعامل داشته باشن. و گرافیک هم که طبیعتا باید بدونید. طراحی خدمات
این مواردی که من میگم باید اینا رو بدونه متناسب با پروژه، ممکنه خیلی مباحث دیگه هم درگیر بشه که باید بدونه، ولی خب این دیوار و ضخامتش 10 سانتی فکر میکنم و الان گوشت خورد کرد همسایه ما. بچه‌ش هم که داره گریه میکنه. خب در روی خدمات اقتصاد بدونید، مدیریت کسب و کار و غیره بدونید که بتونید طراح خدمات خوب بشید. مهندسی مکانیک، تحلیل مکانیکی باید بدونید. من استفاده از نرم افزارهای اجزا محدود فاینل المنت متد باید بدونید، مثل آباکوس و غیره، کتیا و اینا. اصول طراحی اجزای ماشین مثل چی، مکانیزم ها و غیره. و ریاضیات و فیزیکتون که باید قوی باشه دیگه، وقتی که اگه فرمولا و این متدولوژی تحلیل در واقع طراحی های مهندسی رو ندونید، اون وقت استفاده کردن از نرم افزارها هم به شدت به مشکل میخورید. خیلی وقتا محیط نرم افزار رو نصب میکنید، مثلا کتیا رو نصب میکنید، میرید داخل محیط ایوالویشن یا سیمولیشنش وارد میشید، اصلا نمیدونید اینا چی هستن، یه سری واژه ها رو میبینید و نمیدونید که اصلا این به چه معنایی هست. بعد متوجه میشید که باید بری اصلا اینا رو، همه این درس رو بخونید تا بعد بتونید اینجا از این امکانات استفاده کنید. پس اینجوری نیستش که شما بگید که تو حوزه تحلیل فنی من میرم خیلی نقل و نبات با مدرک کارشناسی کار پیدا میکنم و کار میکنم، یا همچین کاری به شما پیشنهاد میشه که بله انجام میدم، اصلا کاری نداره که بعد میرید توش مثل توش میمونید. طراحی قالب تزریق پلاستیک میگی من انجام میدم، ولی باید خیلی زیاد بدونی. حداقل اینه که در مورد، حالا من تجربه شخصی خودم میگم، بارها باید کنار طراحی قالب پلاستیک شما رفت آمد بکنید تا اون قلق ها رو یاد بگیرید که ضخامت ها، تولرنس ها، هر شود که در راهگاه تزریق و غیره رو کاملا باید تجربی از اینا یاد بگیرید. کتاباش هم هست ولی من ندیدم که کسی با کتاب تو طراحی تزریق پلاستیک، تو طراحی قالب های تزریق پلاستیک به جایی رسیده باشه. اگرم کسی رسیده حتما توی بازار تجربه خیلی زیادی هم کسب کرده که الان طراح قالب خوبی شده. دلیلش هم اینه که تو ایران این سری چیزا اصلا فرق میکنه سیستمش. خب بخش دوم رو همون راجع به این که چجوری کار طراحی صنعتی پیدا کنید خیلی مهمه. ساده ترین کار اینه که لزوما همشهری بخرید یا به سایتش مراجعه کنید و بقیه سایت های نیازمندی ها، دیوار و شیپور و اینها سرچ بکنید که پیدا میکنید زیاد. و حالا من جلوتر میگم. بعدش اینه که به سایت های کاریابی و اینا مراجعه بکنید، ران تالنت یا جاب اینجا، چه میدونم کاربنک، اینجور چیزا. خب گام بعدی، حالا باید خودتون رو معرفی بکنید. یعنی زمان هست اونا میان سراغ شما، کجا باید پیداشون بکنید؟ یک عده‌ای هستن طراح صنعتی میخوان، به یه جاهای مراجعه میکنن، شما میتونید برید اونجا کار رو پیدا بکنید. یه زمان هست نه، شما باید خودتون رو به عنوان طراح صنعتی پیشنهاد بدید به یک عده‌ای، باید خودتون در معرض دیده شدن قرار بدید تا اونها شما رو ببینن و جذبتون بکنن. برای اینکه خودتون رو نشون بدید یه سایت باید حتما داشته باشید، سایت ترتمیز خوب. تو سایت های لینکدین و اینجور جاها، تو حتی همون پیج اینستاگرامتون، تلگرام و این طرف و اون طرف خودتون رو نمایش بدید و در معرض دیده شدن قرار بدید. تو پروژه های، تو ببخشید گروه ها و کانال های طراحی صنعتی فعال باشید که دیده بشید. گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید با شرکت ها و بنگاه صنعتی و خدماتی و غیره. حالا میتونید تماس بگیرید، میتونید ایمیل بزنید، میتونید به سایت هاشون مراجعه بکنید و این قسمت مثلا استخدام دارن که میتونید فرم پر بکنید و اینها، ببین خودتون رو نشون بدید بهشون. یا اینکه بعضی وقتا اصلا راه بیفتید برید با این کارخانجا و کارگاه های تولیدی برید بگید میخوام ببینم، برید بگید خودتون رو معرفی بکنید. یا تو نمایشگاه ها میتونید مراجعه بکنید، تو نمایشگاه ها کارت ویزیت داشته باشید، بروشور نمونه کار داشته باشید، سایت هم که حتما دارید. نمایشگاه تجهیزات پزشکی، نمایشگاه بسته‌بندی، نمایشگاه عرض شود که صنعت خودرو، نمایشگاه صنایع طور کلی میتونید مراجعه بکنید و شرکت ها کارخانجاتی که علاقمند هستید دوست دارید تو حوزه کار بکنید کارت ویزیت بدید و اینا. استفاده از شبکه اطرافیان و انتشار پورتفولیو در گروه های دوستان و فامیلی که اینم توضیح دادم. خیلی وقتا
شبکه گسترده اطرافیان خودش میتونه برای شروع حداقل پروژه خیلی خوبی رو به سمت شما بیاره که شما با اونها رزومه کاری خیلی خوبی میتونید به دست بیارید و بعد از اون دیگه مقلتک میفتین و کار پیش میره. این رو هم بگم زمانی که کار رو پیدا میکنید عمدتاً کار میاره. تو فضای طراحی صنعتی به دلیل اینکه متقاضیان حرفه طراحی صنعتی به نسبت فارغ التحصیلان رشته طراحی صنعتی کمن، یعنی اینکه خیلی وقتا طراحی صنعتی مثلا ممکنه 5000 تا 6000 تا طراح صنعتی داشته باشیم، ولی همین الان متقاضی کار طراحی صنعتی خب 5000 تا که نیست، خیلی کمتره. خیلی وقتا شما با از طریق گروه های فامیلی و اینها میتونید پروژه طراحی صنعتی رو اصلا تعریف بکنید. مثلا یک نفر میخواد خونه‌ش رو چه میدونم بازسازی بکنه، شما میگید که من لایتینگش با من طراحی میکنم میسازم برات. این خودش پروژه خیلی فوق‌العاده‌ای میشه که میتونید تو رزومتون بذارید و بعداً از طریق همون کار بگیرید و کار میاره. یه نفر میاد اون لوست رو میبینه میگه این چه چیزی جالب من ندیده بودم، کار که کار فلانی، میگه انجام میده چه کاری، میگه بله تمام شد رفت. زیاد پیش میاد اینجوری. برای من که اصلا اینطور داره پیش میره. عمده پروژه هایی که در واقع در استودیوی طراحی والا، در استودیوی طراحی ما داره مطرح میشه، عمدتاً کسایی هستن که پیش از این باشون کار کردیم و این توی فضای طراحی صنعتی که تعداد طراحای خیلی قابل و حرفه‌ای خیلی کمه، کارفرماها هم تعدادشون خیلی کمه و اینا هم باید همدیگه رو پیدا کنن، هم معرفی میشن. خیلی زیاد اتفاق میفته تو این فضا. صفحه نیازمندی ها بازش بکنید و گوشه می‌نویسید طراحی صنعتی دیگه، چه کلید واژه، این کلید واژه ها رو بنویسید کلی کار پیدا میکنید. حالا توی راینو مکس و تیلدی مکس و اینجور چیزا اون که گفتم، این پروژه های مدل سازیه مثلا یا رندرینگ طراحی پیدا بکنید و موقتا مشغول به کار باشید، یا اینکه خیلی حالا به صورت حرفه‌ای کارشون همین طراحی خیلی خوبی هم هستن. طراحی صنعتی فارسی انگلیسی سرچ کنید، سالید راینو و غیره، میتونید کار پیدا بکنید. همونطور که میبینید من الان همین دیروز فکر میکنم سرچ کردم، این همین هستش، همین الان درخواست طراحی صنعتی. سایت های کاریابی ایران تالنت عمدتاً شرکت خیلی حرفه‌ای به زبان انگلیسی و پورتفولیوی خیلی تمیز و مرتب، اونجا میتونید پروژه خیلی خوب پیدا بکنید و باشون کار رو شروع بکنید و همونا کار میاره، همونا راهی شما رو در واقع معرفی میکنن. جاب اینجا سایت خیلی خوبیه، اونجا هم کلید واژه رو جستجو میکنید و پروژه طراحی صنعتی اونجا زیاد هست، معمولا من میبینم که 1 2 تا 3 تا 4 تا هستش. سایت چراغ.com کمتر ولی هست. جاب ویژن، کاربنک، ایران جاب، مثلا تو گوگل سرچ بکنید کاریابی یه عالم سایت میاد. این مواردی که من اینجا جدا کردم به ترتیب که میای پایین اهمیتشون از چپ به راست بالا مهم میشن و کارهای خوب و اینجوری میتونید قربال بکنید. سایت های دیگه هم هستن که من تا حالا خیلی به پستم نخورده که پروژه های طراحی صنعتی خوبی بشه اون تو پیدا کرد. حالا من خودم خیلی حالا این کار باز نیستم که برم بپلکم تو این سایت ها، ولی خودم رو تو گله میپلکونم، ولی میشه دیگه میتونید پیدا کنید. صفحه لینکدین حتما داشته باشید، خیلی تمیز حرفه‌ای، رزومتون اونجا بنویسید، نمونه کاراتون رو بذارید و این چیزا. لینکدین واقعا فضای تخصصیه که همه دیگه رو توش پیدا میکنن. اگرم اکانت پریمیوم بگیرید که دیگه کارتون خیلی راحت میشه، خیلی امکانات خیلی خوبی در اختیارتون قرار میده، ولی در غیر این صورت هم میتونید عضو بشید و خیلی زیاد برای من خیلی زیاد پیام میاد که طراحی صنعتی یا طراحی یو ایکس یو آی یا هر چیز دیگه پیام میدن، میگن که شما که شرکت دارین میخواین این کارو ما براتون انجام میدم، رزومه میدین توانایی. اگر برید اونجا هم درخواست کار ارسال بکنید برای کارخونجات، مسئولین بازاریابی شرکت ها، چه میدونم مدیر عاملای شرکت های تولیدی و اینها، خب اونها عمدتاً چک میکنن و میتونید خیلی زیاد پروژه اینجوری به دست بیارید یا اصلا دست به دست بشه پیج شما. این لینکدین چیه؟ لینکدین خفن ترین سایت متخصصین جهانه.
تو حوزه‌های مختلف. حتما سایت داشته باشید، به سایتتون برسید، سایت خفنی داشته باشید، دیزاینش برسید. اگه میخواین کار طراحی صنعتی انجام بدید، کارفرماها به این مسئله توجه میکنن که دیزاین سایتتون خوبه، بده، محتواش چه جوریه، ایراد داره نداره. پس سایت خوبی داشته باشید که بتونید پروژه خیلی خوبی بگیرید. به سئو سایتتون برسید. اگه خودتون بلد نیستین، یکی استخدام کنید که این کارو براتون انجام بده. این کار باعث میشه که توی صفحه اول گوگل هر کسی که با اون کلید واژه‌ای که شما دارید کار میکنید جستجو میکنه، شما توی صفحه اول گوگل ببینه. حضور تو صفحه اول گوگل خیلی مهمه و شرکت ها اتفاقا اینجوری ارزش گذاری میکنن. اتفاقا شرکت هایی که میخوان مراجعه بکنن به مجموعه شما، شخص شما یا شرکت شما، اینکه توی صفحه چندم گوگل باشید براشون مهمه و از همه مهمتر اینکه خب رقبای شما اونجا هستن، اونها هم در معرض انتخاب شدن هستن. پس به سئو سایتتون برسید. راههای دیگه هم هست برای اینکه خودتون رو در معرض دیده شدن قرار بدید تو گوگل. اینو که برید سرویس های گوگل ادورس رو بخرید که الان قیمتش رو میکنم از حالا کلیکیش دیگه میکنم 500,000 تومان اینو شروع میشه به بالا که هر بار کلیک میکنن از حساب شما در واقع اون اکانتی که توی گوگل دارید کم میشه. و اینجوری کلید واژه‌ای که شما مشخص میکنید برای خودتون، هر کس توی گوگل اون کلید واژه رو سرچ بکنه شما رو به عنوان تبلیغات بالای صفحه گوگل نشون میده. خیلی وقت ممکنه دیده باشید که تو گوگل یه واژه رو سرچ میکنید میبینید که 3 تا 4 تا پیشنهاد کنارش نوشته AD advertisement. پس این کار هم میتونه خیلی مفید باشه. با شرکت‌ها و صنایع تماس بگیرید، چجوری پیداشون بکنید. موضوعی رو که میخواید تو اون حوزه کار بکنید توی سایت کتاب اول.ir برید توی این سایت موضوعی رو که میخواید کار بکنید. توی کیف و کفش میخواید کار بکنید، بزنید مثلا کارگاه تولیدی کفش، تولیدی کفش، تولیدی کیف. یا آمار زیادی از تولید کننده کیف و کفش براتون میاره. میتونید قرار بکنید بگید مثلا تولید کننده فقط مثلا چه میدونم تبریز رو فقط برای من لیست کن، تولید کننده تهران رو فقط برای من لیست کن. براتون لیست میکنه و میتونید با شماره تلفن و اطلاعات تماس و سایت و اینا داره، میتونید باشون تماس بگیرید و وقت بذارید و پیدا بکنید. یه پورتفولیوی خیلی خوب ببندید. حالا من جلوتر توضیح میدم که پورتفولیوی خوب سعی میکنم خیلی فشرده توضیح بدم، ولی پورتفولیوی خیلی خوب ببندید. تو این سایت ها اینستاگرام نداریم، همچین سایتی اینستاگرام داریم، کروفلوت، بیهنس، دریبل، عمدتاً دریبل بیشتر برای UX کارها و UI کارها میشناسن، ولی خب پروژه طراحی صنعتی توش زیاد هست. این داشته باشید از این جهت که یک نفر که اسمتون رو سرچ میکنه هم اول پیج پورتفولیوتون تو اینترنت بیاد. مثلا اگر تو این سایت ها پورتفولیوتون رو ارائه بدید، بلافاصله همون اول صفحه اول گوگل میاد و میتونن برن نمونه کارهای شما رو ببینن. و خب نمونه کارهایی رو بذارید که تو اون حوزه میخواید کار بکنید و میخواید در واقع شما رو با اونها بشناسن و اینها. حالا اگر گستردگی نمونه کاراتون هم خیلی زیاده، حتما اکثر این سایت ها فولدر بندی دارن، میتونید فولدر بندی بکنید. پورتفولیوی طراحی صنعتی، نمونه پورتفولیو میخوام در واقع اینجا معرفی بکنم. آقای علیرضا سعیدی رو تو بیهنس جستجو کنید و کیف کنید از کاری که انجام داده، پورتفولیویی که بسته، کیفیت کارش. خب الان فارغ التحصیل شده از دانشگاه زوریخ فکر میکنم، فارغ التحصیل طراحی صنعتی، و الان خب داره توی صنایع خودرو و اینا داره کار میکنه. و برید کاراشو ببینید و ببینید که استاندارد خوب که پورتفولیو خوب یعنی چی. من جلوتر چند نمونه از کارش رو بهتون نشون میدم. پورتفولیو خوب شامل این موارده. قبلش توضیح بدم که شما برای تک تک حوزه هایی که میخواید تو اونا فعال باشید یه پورتفولیو مستقل ببندید، بذارید کنار. فایل PDF یا اگر میتونید چاپ کردنش کاری نداره. الان چاپ افست رنگی هر شود که دونه‌ای هم میکنن. سایت شرکت ایرانکهن.ir یا .com نمیدونم که ما سال هاست داریم تو حوزه چاپ باشون کار میکنیم. اینترنتی هم سفارش قبول میکنه. پورتفولیوی خوشگل تمیز درست بکنید، براشون ایمیل بکنید، به شما میگن که آماده است. 1 2 تا 10 تا هر تعداد که شما بگید، دونه‌ای هم حتی
برای شما چاپ میکنه، مرتب افست میکنه و شما میتونید داشته باشید اگر جایی میرید این رو ارائه بدید. چاپی یا دیجیتال پورتفولیو داشته باشید. مثلا اگر تو حوزه طراحی کیف و کفش کار میکنید، یه پورتفولیو تخصصی جدا فقط تو حوزه طراحی کیف و کفش جمع کنید. اگر تو حوزه مثلا پژوهش های چی هم میخواین کار بکنید، اونجا هم یه سی وی درجه 1 و تمیز برای اون آماده بکنید. اگر تو حوزه ارشد که طراحی خودرو میخواین کار بکنید، یه اصلا این پورتفولیو مستقل. اینم بگم رزومه با پورتفولیو نمونه کاره. پورتفولیو بیشتر بچهای آرت چون نمونه کارهاشون اونجا میذارن میشه پورتفولیو. رزومه یعنی اینکه شما چیکار کردید، عمدتا رزومه شغلی و حرفه‌ای از شما میخوان. سی وی هم در واقع تمرکزش روی مشاغل نیست، عمدتا روی توانایی های شما و اینکه من چه کار میکنم و چه کارهایی تا الان انجام دادم و در ادامهش، یعنی اینکه شما کی هستید و علایقم چیه و اینا، روی اینا عمدتا متمرکز. اینم فرق بین رزومه و سی وی و پورتفولیو. شاید اصلا یه ویدیوی مستقلی فقط پر بکنم برای بچه‌هایی که نمیدونن که برای مثلا یه جایی بهشون میگه که رزومه بفرست شما پورتفولیو نفرستی، یا اگر هم اینطور هست بهش یک مجموعه کامل براش بفرستی، بگی رزومه اون تو هست که طرف اگه خواست رزومه رو ببینه همون اول مراجعه کنه. این موارد توی پورتفولیوتون باید باشه. حتما فهرست داشته باشید. شما پورتفولیوتون دارید برای کسی پرزنت میکنید که هیچی راجع به شما نمیدونه و حوصله هم نداره. این افرادی که قرار هست در واقع اون شرکت هایی که افرادی که قرار هست شما رو استخدام میکنن یا میخوان اطلاعاتی راجع به شما داشته باشن 4-5-6 دقیقه بیشتر برای پورتفولیو شما وقت صرف نمیکنن، خیلی وقت نمیذارن. پورتفولیوتون رو طوری ببندید که تو 4-5 دقیقه بشه حد اکثر اطلاعات لازم رو منتقل کرد. فهرست پس خیلی مهمه که اون فهرست اونجا نگاه بکنه ببینه که کجا رو میخواد سریع بره ببینه. اگر تمام تواناییاتون رو توی یک پورتفولیو میبندید، تو فهرستتون بنویسید که کجاش اپ طراحی کردم، کجاش کفش طراحی کردم، کجاش یک دونه موتور خودرو طراحی کردم، که طرف اگر مثلا تو حوزه کیف و کفش میخواد با شما کار بکنه نره مثلا اپلیکیشن ها رو هم ببینه، بره فقط کیف و کفش رو اگر دوست داشت بره مستقیم بره هم طرح رو ببینه. پس فهرست اینا رو باید داشته باشید تو پورتفولیوتون. توضیحات مختصر راجع به خودتون در حد یک پاراگراف 3-4 خط. من کیم، چیکار میکنم، علایقم چیه، چی کاری دوست دارم انجام بدم، چه تخصصایی دارم، همین تموم شد. زمانی هم که راجع به خودتون توضیح میدید نرید از اینکه بله من پدرم را خیلی دوست میدارم و این چیزا رو ننویسین. به این فکر کنید که کارفرمای شما میخوان راجع به شما چی بدونه، اطلاعات چپن چی براش نفرستین. راههای ارتباطی با خودتون رو بگید. حالا اگر نمیخوای شماره تلفنتون رو همه داشته باشن، اولندش که خب برید یک ایرانسل بگیرید، ایرانسل رو بذارید. تلفن جزو بهترین راههای ارتباطیه که هر نفری که پورتفولیو شما اینه همونجا گوشی تلفنش رو داره زنگ میزنه. پس تلفن اگه نمیخواید تلفن خودتون رو بدین، ایرانسل اگه چیزی بالاخره بدید که بتونن با شما ارتباط بگیرن یا دایورت کنید یا همین چیزی. مورد بعد این که ایمیل به خود بدید. سایتتون رو حتما توش بذارید. راههای ارتباطیتون رو مشخص میکنید. تحصیلاتتون نرید بنویسید که من کلاس ابتدایی با معدل 20 از مدرسه فارغ التحصیل شدم. اینو نمیخواد که این وقتی این کارو میکنید معنیش اینه که این انقدر پورتفولیوش خالیه که میخواد اینو پر کنه یه جوری. فقط دلیلی نداره که این چیزا رو بنویسید. شما مدرک تحصیلی رو که متناسب با اون شغلی هستش که شما الان براش پورتفولیو ارسال میکنید اونا رو بنویسید. حالا اگر مدارک دیگه هم دارید خیلی اشاره بکنید بهش، خیلی مختصر و مفید. ولی اینکه برید از ابتدای خلقتتون شروع بکنید که نمیشه. که کودکستان کار و اندیشه و درس خواندم که نکنید این کارا رو. علایقتون رو در طراحی در حد 1-2 خط، در حد کلید واژه و عکس و اینجوری. اینم بگم دیگه پورتفولیو شما نشان دهنده سلیقه شماست. جک و جواد و همینجوری بالاخره هم و اینا ارائه بدید. اینا که میگم دیدم که میگم تا دلت بخواد دیدم. طراح خیلی خوب، دانشجوی خیلی خوب پورتفولیوش دیدم اصلا ناامید شدم.
تواناییتون رو تو مشخص کنید. اینکه تواناییتون، بله من در آدامس جویدن خیلی تخصصی بادکنک باد میکنم با آدم، اینا یک طراح کفشون به دردش نمیخوره. توانایی های چپن در قیچی اگه اون تو بنویسید نشون دهنده اینه که شما ضعیف بودین، چون ضعیف بودین این چیزا رو نوشتین. خب بریم دیگه به بخش نمونه کارها. هر نمونه کار شامل یه عنوان باید باشه. این که طرف نگاه میکنه این چی هست اصلا نمیشه که اینجوری که مثلا شما یه دونه دستگاه پزشکی خفن طراحی کردین، بعد اون تو طراحی کفش میره باز کنه میگه آقا ما اصلا نفهمیدیم چی دستگاه تولید کفشه، این چیه تزریق کفش بنا زیره کفش، عنوانش رو بنویسید دیگه. از مراحل پژوهشتون میتونید تصویر، عکس، یه چیزی خیلی مختصر و مفید نشون بدید. مراحل پردازشی ایده‌تون، اسکچینگ قدرت دستتون رو نشون بدید و روش تمرکز بکنید و ارائه نهایی. یه توضیح مختصر و مفید همینجا بگم که در پورتفولیوتون روی چیزایی که توش قوی هستید تمرکز کنید، نه چیزایی که توش ضعیف هستید. اگر میبینید در یک چیزی ضعیف هستین اصلا نشون ندید. چرا اصرار دارید که اون چیز ضعیف و یه جوری با یه رنگ و لعابی بالاخره یه جوری نشون بدید به طرف؟ اون طرف میفهمه که شما ضعیفید ولی دارید تلاش میکنید که نشون بدید که قویید. نکنید این کارو، اونا میفهمن. و مورد بعد این که در توانایی هاتون خوددار باشید. من جلوتر توضیح میدم این آخریه رو. یک پورتفولیوی مختصر و مفید تر و تمیز، یه عکس از خودش گذاشته که به فرد دیدنش بشناسنش. خب عکس بذارید از خود، یه توضیح مختصر راجع به خودش سمت چپ پایین دارید میبینید. بعد تحصیلاتش چه خونده، چی بلده، از چه سالی تا چه سالی. ببینید خیلی کوتاه و مختصر و مفید. تواناییاش 2 خط 2 تا ستون خیلی مختصر و مفید توضیح داده. حالا من یه عکسی پیدا نکردم که بتونه به صورت بار، اسکیل بار نشون بده. خب میتونید اینو نشون بدید که تو هر کدوم چقدر توانایی دارید. و این در واقع پروگرس بار که مثلا در کپی میکنید این پر میشه، مثلا اون نشون میدید که یه باره، یه ستونه که پر شده. اینجوری میتونید بگید که مثلا من کتیا مثلا 20% بلدم، سالید 90% بلدم. اینجوری نرم افزارهایی که آشنا هستید ببینید چجوری با آیکان نشون داده، یعنی شیک و مرتب. حوزه‌ای که بهشون علاقه داره رو مشخص کرده و ببینید که در صفحه اول پورتفولیو تمیز و مرتب. کارهاش رو ببینید چجوری مرتب و منظم نشون داده. در واقع یه جورایی یه تامبنیلی از کارهایی که انجام داده، عکس‌های بند انگشتی از پروژه‌ای که انجام داده رو اینجا آورده، عنوانشون رو زیرش نوشته و حتی میتونه شماره صفحه‌ای رو هم که این پروژه اونجا معرفی شده رو همینجا مشخص بکنه که کسی که میخواد ببینه شما چه کاری انجام دادید اول یه بریف اولیه ببینه، رصد بکنه که مثلا شما 10 تا 20 تا 30 تا کار انجام دادید، 5 تا 2 تا کار اصلا انجام دادید، 2 تا کارتون همون توی شمای اول ببینید و بعد بره تو اون صفحه و به صورت جزئی تر پروژه‌تون رو ببینید. تحلیل مسئله رو در واقع اون فاز ریسرچ که میگم توی همه پروژه‌هاتون میتونید تحلیل مسئله ارائه بدید. بگید که مسئله این بوده و من اینجوری بهش اپروچ داشتم. چیزی که میبینید ببینید متن کم، یک پاراگراف چند خط متن نوشته، یه پروگرس باری اون پایین هست که میبینید که این که الان پروژه چندم، یه صفحه چندم هستیم اون زیر داره نشون میده. مثلا تو بعضی از پورتفولیوها دیگه شماره صفحه نمیذارن، فقط این در واقع اندیکاتورها رو پر میکنن همین. و میبینید که عکس در واقع عنصر اصلی ارائه هست و یه سری متن خیلی ساده. این پروژه همون دوست خوبمون علیرضا سعیدی است، دانشگاه زوریخ، که میبینید که یک تحلیل مسئله تر و تمیز و مرتب، مسئله چی بوده، 1 2 3 چند پاراگراف توضیح داده و چند تا عکس خیلی تر و تمیز با یک هویت بصری تر و تمیز و مرتب نشون داده که مشکل چی بوده، ارگونومیک نبوده، چه میدونم
فشار کجا وارد میشد و اینا. یه توضیح مختصر از همون پورتفولیو آقای علیرضا سعیدی ببینید که اسکچینگ سمت چپ منبع الهام هاشو آورده و سمت راست توانایی دستش رو نشون داده که اسکچمن قویه و در واقع طرحش رو از زوایای متعدد نشون داده که اسکیل اسکچینگش رو بتونه به رخ بکشه. پروتوتایپینگ رو نشون داده که چجوری ساخته، پروتوتایپش رو یه پروتوتایپ عمل کردی بعد پروتوتایپ زیبایی شناختی و غیره. نشون داده که تحلیل ارگونومیک تو این پروژه چطور طی شده، خیلی تمیز و مرتب. این پایین سمت چپ میبینید که تحلیل فنی هم ارائه داده، با نرم افزار سالید ورکس سیمولیشنی انجام داده، سیمولیشن فنی، یه نیروی رو به شیء وارد کرده و رفتار در واقع استراکچر رو تحلیل کرده و اونها هم نمونهش اونجا گذاشته که خیلی موثره. این محصول از چه اجزایی تشکیل شده یه نقشه انفجاری ازش نشون داده و تک اجزا رو توضیح داده که هر کدوم چی هست که خیلی پورتفولیو رو حرفه‌ای میکنه و نشون میده که شما چقدر تسلط دارید به بخش فنی و حتی الکترونیک طرح. محصول در وضعیتی که استفاده میشه رو عکسش رو نمونهش رو گذاشته، رندرهای خیلی قوی. میبینید که رنگ رو چطور خوب انتخاب کرده. رنگ تعداد کدهای رنگی توی پورتفولیوش خیلی زیاد نیست، عمدتاً 2 تا کد رنگی اینجا داره. و خب این از این در مورد پورتفولیو. این رو من توضیح بدم که و بعد تعامل با کارفرما بگم. خودتون رو بزرگتر از چیزی که هستید نشون ندید، کوچکتر از چیزی که هستید هم نشون ندید. اینکه تو پورتفولیوتون بگید یه چیزی رو بلدم بعد برید اونجا معلوم بشه بلد نیستید، خیلی ضایع است. نکنید این کارو. اگر میگید مثلا من سالید ورکس 100% بلدم، اونا رو 100% حساب میکنن، بعد میری اونجا میبینی 10% 20% بلدی، بعد گوش ما از اینا پره. ما زیاد از اینا برامون اتفاق میفته که طراح صنعتی میاد میگه خب یاد میگیرم. ما اگر میخواستیم زمان بذاریم برای اینکه شما یاد بگیرید، میرفتیم یه طراح آماتور رو با یک هزینه کمتر میآوردیم و میگفتیم خب این یاد بگیره دیگه، کارآموز میآوردیم. وقتی یک طراح حرفه‌ای که دانش طراحی صنعتیش، دانش سالید ورکسش 100% رو میارن برای اینکه دیگه این هزینه ها رو نکنن، زمان از دست نره، هی فرصت ها نسوزه. پس اون چیزی رو که بلدین بگیم توی پورتفولیوتون. در مورد پورتفولیو این رو هم بگم که پروژه‌ای که برای شما فوق‌العاده پروژه جذاب و فوق‌العاده‌ای بوده، ممکنه که برای کارفرماتون اینطور نبوده باشه. اگر کارفرماتون بگه من اینو نمیخوام، از خوشم نیومده، به این معنی نیست که داره بهتون توهین میکنه. مثلا شما اگر یک سری اسکچ آماتوری رو ببرید برای مثلا مدیر طراحی مرکز تحقیقات ایران خودرو، ممکنه بگه ما اینو نمیخوایم. یه وقت شما فکر نکنید که دارن بهتون توهین میکنن. خب ممکنه که شاید اصلا شما برای اون شغل کوالیفاید باشید، خیلی سطحتون خیلی بالاتر باشه و ناامید نشید، ادامه بدید. و از اون طرف هم اگر هم دیدید که چند بار به شما گفتن که پورتفولیوتون ضعیفه، شما دریا تحویل نگرفتن یا خیلی بی احترامی کردن، خب برگردید یه نگاهی، یه سوزن به خودتون میزنید، جوالدوز به دیگران. به خودتون نگاه کنید، شاید پورتفولیوتون پورتفولیوی ضعیفیه، خودتون تقویت کنید. نمونه پورتفولیو رو حالا اگه بگید میتونم براتون توی اینترنت بذارم، همین علیرضا سعیدی رو ببینید. خب اینا کمک میکنه که درک بهتری از این داشته باشید که کیفیت کارتون باید در چه حدی باشه که شما رو جذب کنه. اگر در حد علیرضا سعیدی پورتفولیو ببندید، تو ایران امکان نداره شما رو جذب نکنه. خب بخش سوم ارائه ما امروز اینه که تعامل با کارفرما چجوریه. یه جمله خیلی بدی رو تو دانشگاه زیاد میگن که تو گوش دانشجو میخونن که کارفرماها نفهمن. کی گفته؟ خود شرکت‌های طراحی صنعتی خیلی وقتا کارفرما اگه نفهمن که خیلی از طراحی صنعتی هم پس عذر میخوام.
نمیشه که. طراحان کارفرماها نفهم نیستن. کارفرماها دوست دارن سود کنن. کارفرماها از شما کار میخوان. اینکه زبان شما رو نمیفهمن به این معنی نیست که نفهمن. کارفرماها هم یه در واقع گینی میخوان، یه چیزی میخوان از شما به دست بیارن، دنبال اون میگردن. اگه اون رو به دست نیارن طبیعتاً شما کار نمیکنن. این به معنی نیست که شما رو نمیفهمن. خیلی از کارفرماها هستن که میگن من چارچوب دانش من همین قد، چرا باید برای اینکه طراح صنعتی استخدام بکنم باید برم کلی کتاب بخونم؟ خودتون رو بذارید جای اونا. خودتون رو بذارید جای یک کارفرما. تصور بکنید که یک تولید کننده هستید و میخواید یه طرح جدیدی رو وارد بازار بکنید. وقتی یک طراح صنعتی رو با یک طراح صنعتی مصاحبه میکنید، اون رو وارد مجموعتون میکنید، براتون مهمه که بازدهی حداکثری داشته باشه. این پرواضحه که کارفرماها علاقه دارن شما رو با 2 تومن استخدام کنن ولی قد 20 تومن از شما کار بکشن. پرواضحه که این اتفاق میفته. شما نباید بذارید این اتفاق میفته. قرارداد برای همین میبندن. شما باید برید تو قرارداد گفتگو بکنید، حرف بزنید با کارفرما، نذارید این اتفاق بیفته. یک تجربه خیلی مهمی را هم در تعامل با کارفرماها بگم که این خیلی حرفه‌ایه که بگیم که قراردادشون رو بگیرید. اگه پیشنویس قرارداد رو شما ارائه دادم، قرارداد رو بگیرید، بگید که من میرم این رو مطالعه میکنم و بعداً خدمت شما میگم که چه کار میکنیم و پیشنهادم رو خدمت شما میدم. یا اینکه بگید که من اینو باید به وکیل بدم اینو بخونه و واقعا خب به این وکیل ارائه بدید که راجع به این قرارداد اظهار نظر بکنه اگر خودتون تخصصی در این زمینه ندارین. این هیچ اشکالی نداره که در واقع جلسه اولی که با کارفرما رو در رو میشید یا با هم صحبت میکنید یا تلفنی حتی صحبت میکنید و قراردادی بینتون، پیشنویس قراردادی بینتون رد و بدل میشه، شما بگید که من باید راجع به این فکر کنم، به من فرصت بدین، من 1-2 روز راجع به این فکر میکنم، نظر نهایی رو خدمت شما میگم. این خیلی حرفه‌ایه، هیچ اشکالی نداره. نترسید از این کار و این رو به کارفرماتون بگید. اگه کارفرمایی گفتش نه من همین الان میخوام و اینا، بدونید که کارفرمایی که میخواد سرتون کلاه بذاره، یا اینکه اگر از همین الان از شروع کار اینقدر کار کردن باش سخته، تا تهش سخت خواهد بود. اینم از این. یه نکته مهم دیگه هم که زیاد میشنویم و زیاد میگن اینه که مهندسا تو کار طراحی دخالت میکنن و حرف مفت میزنن، اصلا زر میزنن بزن تو دهنش. نه، همه جای دنیا همینه. در مورد قبلی هم همه جای دنیا هست. همه جای دنیا کارفرماها همین جوریه. این سوء تفاهمه که میگید که بابا تو امریکا این خبرها نیست. نه، تو امریکا هم همینه. تو امریکا هم ردبندی داره. همیشه استیو جابز پست شما نمیخوره که درک درستی از طراحی صنعتی داشته باشه. همیشه فلان اچ پی و اپسون به پستتون نمیخوره. بله، کارفرماهای زیادی در همون اروپا و چه میدونم آسیای شرق دور و اونجاها که بالاخره از ما آبشسته تر هستن کارفرماهایی که انتظاراتشون همین چیزیه که شما میبینید. تو ایران هم همینه. در مورد مهندسا هم همینطوره. تعامل طراح و مهندس همه جای دنیا همینه. همه جای دنیا طراحی صنعتی تو کار مهندسا دخالت میکنن، مهندسا تو کار طراحی صنعتی دخالت میکنن و اینا باید بشینن دور میز سنگوشون رو وا بکنن. همه جای دنیا همینه. مهندس میخواد بگه که اینجا رو دست نزن، فرمو بعد تغییر بدی، این که من میگم. و طراح صنعتی هم میگه که نه، فرم همین که هست، شما برو برد تو برش بزن یا مثلا از یک برد بهتری استفاده کن، یا مثلا توی طراحیت نیروها رو برای مشکلش حل کن. ربطی نداره، فرم باید همین که هست باشه. این با گفتگو حل میشه. همه جای دنیا هم همینه. پس این نیست که بگیم که اصلا تو طراحی صنعتی ایران اصلا مهندسا پرروان. نه، همینه. مهندس هم میخواد دامنه کارش رو بیاره توی حوزه وظایف شما هم میبرید تو حوزه وظایف. خیلی وقتا با گفتگو حل میشه. خودتون رو آماده بوروکراسی و کاغذبازی بکنید، مخصوصا اونایی که توی شرکت‌ها و کارخانجات کار میکنن. خیلی تو ذوقتون میخوره وقتی که متوجه میشین که
برای اینکه تاییدیه این طرحتون رو بگیرید باید نامه اداری بنویسید و رونوشت بزنید به این و اون. اگر اینا رو بلد نیستین میرین تو کارخونه و مشکل میخورید. وقتی رفتید تو واحد طراحی برای تک تک کاری که انجام میدید باید تاییدیه های متعددی رو از این ور اونور جمع بکنید یا ارسال بکنید. مهارت نامه‌نگاریتون رو چه میدونم حضور محترم فلان رو چه میدونم با سپاس با تقدیم احترام، اینا واژه‌های بوروکراتیک هستن. اینا رو یاد بگیرین که انجام بدید. یه فرق خیلی مهمی هست بین اعتماد به نفس و غرور. فاصله اینها با واقع بینی پر میشه. اگه یه نفر واقع بین نباشه، اعتماد خودش به نفس خودش کاذب خواهد بود. ما عمدتاً عادت داریم که مامان باباهامون به اون میگن که اصلا بهتر از تو نیست عزیز دلم. خب تو دنیای واقعی تو حرفه طراحی صنعتی واقعا اینجوری نیست. شما میگی که این کاری که من میکنم اصلا بهتر از این هیچ کس انجام نداده، غلط کردی، بهتر از این هست، الان انجام میدن، تو واقع بین نیستی. و برعکس، عکسش هم نباید اتفاق بیفته. اینکه شما اعتماد به نفس کمه، مثلا این طرف اصلا طراح فوق‌العاده استایلینگ درجه 1 انجام میده، بعد میگه که تو پورتفولیو چرا نیست اسکچات، میگه که چیز خاصی نبود، اونا رو بذار اتفاقا. پس اون قسمت قضیه رو هم ببینیم. اینو چجوری میتونیم اینجوری باشیم؟ تجربه، گفتگو با طراحی حرفه‌ای و بپرسیم پورتفولیوتون برای چند تا طراح حرفه‌ای بپرسیم، بگید این خوبه، بده، به نظرت، این چیزا که واقع بین بشید. غرور هم نداشته باشید. عکسش هم هست. غرور، اعتماد به نفس کاذب رو میگن غرور. یعنی شما به خودت خیلی اعتماد داری، میگی اصلا این کار خیلی عالی انجام میده، بعد میری تو بازار میبینی که نه اصلا این یه کار پیش پا افتاده محسوب میشه، مغرور شده بودی به خودت. اگر به خاطر یک کاری 20 نفر شما رو تحسین کردن، مطمئن باشید شما برای اون کار ساخته شدید. اگر شما تلاش میکنید که طراح صنعتی خوبی بشید، بعد که میرید تو بازار کار همه به خاطر نقشه کشی که انجام دادید شما رو تحسین میکنن و شما برای اون کار ساخته شدید. اگر همه شما رو برای مثلا ترجمه متونی که تو پروژهتون انجام دادین شما رو تحسین میکنن، خب شاید واقعا شما مترجم خوبی هستین. تو حوزه طراحی صنعتی هم اگر شما بارها تحسین شدید، بدونید که تو اون حوزه کارتون خوب بوده. عواملی که باعث میشه از کارتون لذت ببرین. حالا ما در زمینه طراحی صنعتی صحبت میکنیم. شما اگر راجع به کارتون خیلی زیاد بدونید، معلومه که دارین ازش لذت میبرید. این عکسش هم صادقه. کسی که از کارش خیلی لذت میبره همش تلاش میکنه راجبش بیشتر بدونه. انگیزه کافی داشته باشید. اینا رو ببینید تو پرانتز نوشتم. راجبش بدونید یعنی اینکه میرید راجب چیزای گذشته، همین اون یعنی دانش‌هایی که قبلا یه نفری ثبت و ضبط کرده، اون بنیه علمی خودتون رو میبرید بالا. اینجور افراد هیچ وقت راضی نمیشن، همیشه تشنه‌اند برای اطلاعات. انگیزه کافی داشته باشید. انگیزه باید ایجاد بشه در شما. یا یک محرک بیرونی در شما ایجاد میکنه یا یک محرک درونی در شما ایجاد میکنه. مثلا مورد داشتیم که یه نفر میاد میگه که من به خاطر فوت پدر بزرگم علاقمند بودم که تجهیزات پزشکی طراحی کنم. خب معنیش اینه که خب این انگیزه از بیرون باعث شده که علاقمند به طراحی تجهیزات پزشکی بشه. یا اینکه مثلا خودش چون به جواهرات علاقه داشته در درون خودش، پس یه انگیزه درونی باعث میشه که طراح جواهرات خیلی خوبی بشه. و اعتماد به نفس هم داشته باشید. این چیزیه که در همین آن اتفاق میفته. همین الان باید اینو داشته باشید. اعتماد به نفس داشته باشید. در اون چیزی که قوی هستید بگید من قویم. یه نفر گفت نه نیستی، میگی نه صفر باشید، بگید من هستم. چرا نیستم؟ کاذب نباشه، واقع بینانه. من اسکچینگم قویه. تو مدرسه حداقل 20 نفر، تو دانشگاه حداقل 20 نفر من گفتن که اسکچینگت قویه. این اعتماد به نفس بالا. اعتماد به نفستون رو ببریم بالا. هر کس گفتش که اینجوری نیست بگید که من با کارم ثابت میکنم که اینطور هست یا نه.
هم داشتن اینها همراه هم باعث میشه که شما تو مسیری که دارید میرید آسیب نبینید، حرف دیگران رو بشنوید ولی تأثیرش رو کم بدونید. اون تأثیر مهم رو انتخاب خود شما داره تو کارتون. و اینم بگم تو کارتون اگر انتخابی میکنید شما انتخاب کردید، گردن دیگران نندازید. اگه با این نفر مشورت میکنید میگه این کار رو بکن، خب یه پیشنهادی داده، آخر سر شمایید که انتخاب میکنید. اگر انتخاب کردید شکست خوردید به اون ربطی نداره، به خودت ربط داره. چشتو باز میکردی یا با پای نفر دیگه مشورت میکردی که بفهمی کار درست هست یا نه، گردن کسی دیگه نندازید. ویژگی‌های طراح صنعتی استاندارد، فکر کنم اسلاید آخرمونه، عذرخواهی میکنم که خیلی طول کشید. قابلیت تفکر شهودی، قابلیت تفکر تحلیلی، قابلیت تعامل بین این دوتا که اسمشو میذاریم هوش، قابلیت کار گروهی و عملگرایی. 5 تا ویژگی که به نظر من طراح صنعتی استاندارد باید داشته باشه. اگر یکی یا چند تا از اینها رو نداشته باشید قطعاً به مشکل میخورید. قطعاً تو حوزه طراحی محصول ها، تو حوزه طراحی صنعتی ممکنه بگی که نه من رفتم مثلا نقشه کش صنعتی شدم، من میگم من اون کاری ندارم. اگه میخواید اون اولیه، این طراحی صنعتی A to Z، اگه یه پروژه طراحی صنعتی میخواید انجام بدید، اگر میخواید استودیوی طراحی صنعتی داشته باشید باید همه اینا رو داشته باشید. تفکر شهودی چیه؟ آرت و آرتیستیک. در درون خودتون توانایی‌های خلاقیت و برقرار کردن ارتباط بین پدیده‌های بی ربط رو بالا ببرید. بین چوب کبریت و دمپایی اگر رابطه‌ای نمیتونید شناسایی بکنید خلاقیتتون پایینه. اگر بین چه میدونم لباس زیر همسایه‌تون و کیف پولتون نمیتونید ارتباطی شناسایی بکنید خلاقیتتون پایینه، اینو بالا ببرید. قابلیت تفکر تحلیلی انتقادی، یعنی اینکه توان مهندسی و حل مسئله‌تون تو دانشگاه ممکنه بگید ریاضیات و فیزیک و اینا نمی‌فهمم به دردی کی می‌خوره. قابلیت تحلیل شما رو بالا ببره. توانایی حل مسئله‌تون، اینکه مسئله رو به اجزایش خرد بکنید، دونه دونه حل کنید بعد جمع کنید. در واقع کریتیکال تینکینگ یا تفکر انتقادی اینجوری کار می‌کنه. پس باید توانایی تحلیل بالایی داشته باشید. هر پدیده‌ای رو که می‌بینید بلافاصله خردش کنید به اجزاش، پدیده رو بررسی بکنید، اجزای متعددش رو از زوایای متعدد ببینید بعد جمعش بکنید و اظهار نظر کنید. قابلیت تعامل میان این دو، بله خیلی ها هستن که توان شهودی بالایی دارن، توان تحلیل مسئله خیلی بالایی هم دارن، توان پرابلم سالوینگ بالایی هم دارن، ولی اینکه کی برن تو این کی بیان تو اینو نمیدونن. طرف میبینی اون جایی که نباید شهودی فکر کنه داره شهودی فکر میکنه و اون جایی که نباید تحلیلی فکر کنه داره تحلیلی فکر میکنه. باید بدونید کی بین اینها رفت و آمد بکنید. این هوش شما رو نشون میده، توانایی هوش شما رو نشون میده که به سرعت سویچ بکنید بین اینها، یا اون در واقع تعبیری که میگن سمت راست مغز سمت چپ مغز. این که بدیهیه که ما یک سری توانایی های ما در سمت راست مغز، یک سری توانایی ما در سمت چپ مغز، در سمت راست مغز خیلی شهودی، در سمت چپ خیلی منطقی. خب نه همه دارن، رفت و آمد بین این دوتا مهمه، چه زمانی بریم برای چه مسئله‌ای بریم سراغ کدوم. این هوش شما رو نشون میده. یه توضیح مختصره والا که اینجور اومدیم به اینجا رسیدیم راجع به هوش هیجانی بدم. هوش هیجانی توانایی رابطه خودتون با خودتون، توانایی رابطه خودتون با دیگران، ارتباط دیگران با شما و ارتباط دیگران با دیگران. اگر یه نفر رو که میبینید به سرعت اینا رو تو شناسایی میکنید بدون هوش هیجانی خیلی بالایی دارید. این افراد توی کسب و کار طراحی صنعتی هم بسیار موفق است. طراحی صنعتی اساساً قابلیت کار گروهی توش خیلی مهمه. اگر قابلیت کار گروهی ندارید احتمالاً تو پروژه طراحی صنعتی مشکل میخورید. چرا؟ پروژه طراحی صنعتی مولتی دیسیپلینری ان، فضای چند رشته‌ای دارن، آدم‌ها با تخصص‌های متعدد توش هستن. شما باید با اینها ارتباط برقرار بکنید. این رو هم بهتون بگم، نمیاد اون روز نداریم تیمی رو که همه بگن که شما توش پرفکت عالی، اصلا شما هر چی گفتی شما هر چی شما میگی همون بشه. نمیاد اون تیم. اگر همچین تیمی داشتید تیم شکست خورده است از روز اول. چون اگه یه نفر بیاد همه حرفا رو بزنه بقیه بگن چشم، این تیم که خطاهای خودش رو چطور شناسایی کنه؟ نداریم همچین تیمی.
پس چی شد؟ این بدیهیه که تو تمام تیم ها اختلاف نظر به وجود میاد. اینکه شما چطور هندلش بکنید این مهمه. مورد بعد، تو تشکیل دادن گروه ها، حالا یک کتابی هست 17 اصل کار تیمی، اگر تو خریداری بکنید خیلی عالی و بخونید. اصل اول کار تیمی میدونید چیه؟ اینکه همه به هدف غایی گروه احترام بذارن و اون اصل اساسی همشون باشه. اگر اهداف افرادی که وارد گروه میشن متکثر و متعدد باشه، ممکنه که توی فرایند پروژه بعضی از این افراد بعضی از اهدافشون پاس بشه. خب دیگه تو گروه نمیمونن که. تصور بکنید که یک کسب و کاری رو با یه تیم 5 نفره را میندازید، یکیشون هدفشون از ورود به تیم اینه که پولدار شه، یکی دیگه هدفش اینه که یه رزومه بشه مهاجرت کنه بره، یکی هدفش اینه که نه اصلا تو جمع باشه بگه بخنده اینا، یکی دیگه. خب اگر تو پروژه اول رزومه حاصل بشه، خب اون کسی که از روز اول هدفش این بوده ولی به زبون نمی آورده و میگفته من تا تهش هستم، خب همون روز اول اینه رزومه، من رزومه‌مو دارم، از حالا به بعد سسته، کار نمیکنه، میاد نمیره، میره نمیاد، اصلا همه چی به هم میریزه. بعد حالا شما تصور کنید یک گروه 10 نفره با 10 تا تمنای متعدد، خب اینا بالاخره به مشکل میخورن. و اینکه همه حاضر باشن برای اون هدفی که همون روز اول مشخص میشه، هدف دقیق تو استراتژی سازمان باید مشخص میکنه، همه حاضر باشن برای اون هدف جونشون رو بدن، انرژی بذارن و اون بشه اولویت خودشون تو اون گروه. اینجوری میشه که اون وقت دیگه سوء تفاهم ها برطرف میشه، در واقع اون ویژگی که ما ایرانی ها داریم، تعارف و رودرواسی، دیگه از بین میره. چیه؟ سکیوریتی آپدیت نمیخوام. و عملگرایی، طراح صنعتی که این 4 تا ویژگی رو داشته باشه ولی عملگرا نباشه، هر روز قر میزنه و تز میده. اگر عملگرایی یعنی این که اگر قرار این کار رو همین الان انجام بدید، همین الان وقتشه، 1 ساعت دیگه به درد نمیخوره، سال آینده به درد نمیخوره. تو پروژه طراحی صنعتی این چرا مهمه؟ شما ددلاین دارید، از شما میخوان. طراح صنعتی که به زمان بندی پایبند نباشه و عملگرا نباشه و هر چیزی رو به موقع انجام نده، کسی باش کار نمیکنه. بار اول با شما کار میکنه، میبینه که گند زدید، طول کشید، پروژه تایمش طول کشید، شما ضرر میکنید، تو قراردادتون مشخص شده جریمه باید بدید، تاش مشخص میشه که اصلا سودآور نبوده، اصلا دیگه با شما کار نمیکنه و هر کی میرسه میگه با این کار نکنیم. تو طراحی صنعتی خیلی زیاده، به خاطر اینکه میرن تو فاز همون چیزی که تو دانشگاه زیاد یاد میگیرن تو پروژه ها، که دقیقاً 90 جمع میکنیم نمره رو میگیریم. تو فضای حرفه‌ای طراحی صنعتی اتفاق نمیفته. شما دقیقاً 90 جمع میکنین، یک چیز افتضاحی جمع میشه و کارفرما میفهمه این دقیقه 90 دیگه با شما کار نمیکنه. برای همینم هست عمده کارفرمایی که حالا ما تو این طرف اون طرف میبینیم که با طراحی صنعتی کار میکنن، میگن طراحی صنعتی بی بدقولن، اصلا خیلی بی‌نظمن. همینه، چون تو دانشگاه اینجوری بال میموندن. برای همینم توی پروژه های دانشگاهی زمانبندی فوق العاده مهمه. و تمام. ممنونم که توجه کردید و گوش دادید به این صحبت ها. امیدوارم که موفق باشید و خدا یار و نگهدار شما.